من هم از علف امروز از یه ایوانه کن. بله کوکو خسو. سلام علیکم، خوبین؟ بخیرین؟ شکر الحمدلله. خوبه شکر. به میله؟ کی بخیر؟ خوبه. خود من یکه بیام یا زبیدرم بیارم خود خود؟ یکه بیام. خوبه. کی صبح میام دیگه. 5 بجه صبح. و پس امشب میام دیگه که صبح خود شما بخیر بریم. تیارم مطر آمده. خوبه چشم. کار نداریم. خدا حافظ. خدا حافظ. من میله هم بخود بطای خودی. دیدگاهی است که از عشق کسی دل غوغا قدی رسوا داره. پاسبان لطف فرمای و بگو آن گلی را که تمنا داره. التفاتی به من ای کاش کنی، گل نرگس به سرم پاش کنی. اگه من برم به سر سگ بر میگیره تک تک کنم. یاد بیبی خدا بیامرزه من بخیر باشه. خدا بیامرزه بیبی. دمه که در از این سرا تک تک میکنن سرکو 130 سال میشه. بیبی میمیام من میگه بیبی جو چی بایی؟ میگفتم بیبی تخم مرغ بده بشکنم بخورم. میگو بیبی جو نیه. ای تو برم سگ من میگیره. جار بسیا بچه خاله من. تیاره خوشا بچه خاله من کجیر جان. تو هم مقدر نمیفهمی که دالون عمومیه در سرا ما تعدینه. میفهمم. توی چرا اینجی میای در میزنی بیا در سرا ما راسته. نه توی تا نمیفهمی که گاهی وقت سگ شما همین جگاه به تمی دالون بیایه شکم من راست چاک کنه او به جمع کینه. تو دل جمع باشه همی صبح از اتون صبح وقت سگ بستمه با تازاناشون بستیه. یعنی سگ شما نیه حالی؟ نه بستیه دل جمع هست بسته. کجی؟ بله 50 خور بده. ای 50 انگار که پیار منه. خوب. ای 50 تو مادر منه. خوب. ای 50 تو عباسه. خوب. ای 50 وسیتی منم. خوب. ای 50 اخیری رمضانه. خوب. صبر کن. ای 50 اخیری ای انگار که او دسته بده. ای خلاص شد. خب رمضانو بگوتم. خب ای 50 اخیری 60 تو که فقط دم بگویه. خوب. ای میفهمی چیه؟ ای هم دوماد مایید گله. صبر کن بده. دست خود بده. ای 50 چیه میفهمی چیه؟ ای موترید گله. خب چه خدمت کنی؟ ای 50 صبر کن تو. ای 50 میفهمی چیه؟ میله. ای 50 دیگه میفهمی چیه؟ ای 50 رفتنه. خب ای 50 دیگه چیه میفهمی؟ شوروا، میوه خشک، میوه تر، گوشت، اندونه همه خریده. خوب 50 پاخل بالا کن. پاخل بالا کن. تیاره تو هل پاخل بالا کن.
یعنی خدا گلک تو ای پنجه پاتو خوبه انالی میری به میله خاطر روز گفتی بچه خاله من نبردی میری اگه میری بیا که جلوشی بری برو با مادر خود بگو من میگم برو با مادر خود بگو من خود خاله خود میرم به میله مطلب شار تو هم باشه من برو علی ولی جمع میکنی مشون بیتن نمیفهم خاطری من یک ریپیه ندارم برو یک پینجه یا مادر خوب بستو اگه به پینجه ای که باشه خوبه 100 ریپیه بستو برو 100 ریپیه بستو برو 100 ریپیه بستو میشه پول بستو میشه 100 ریپیه مال دیون یکی این دونه میخوری برو بوده من اینجا شیشتن کجی خوبه زودی بیا باجه بابا کمان بریم بعد تاشون میان شرم میرو بخوری خاله خوبه ادم ساگی الا ندی باشه سیکی سر از اینا ساگ راست میگه قطعه رو بند باشه سیمی بیا میدید بیا بودم آنیو مادر مسیجیر بدادن گفتم برو شورم نگیر شو نه؟ نه خب بیا از این مادر تو برای خرجی تو میگرده برو بریم دیگه رفیق بریم که با میله میریم بریم لالا کجا میری گیلر؟ کجا بدی؟ هیچی به همون بدون دیر هم بود شده گیلر اینا پول چیه؟ این سیری پیا خود منه خو اینا چیه؟ پیار من گفتم مامدین اومد غصاب برو به تا کوچه گفتم اینا بده دست رمزون بده که تو نمیفهمی تو گندا میده ای 700 یعنی 7 ای 500 هم دی تو سدی 700 پیار من گفتم گوشته بزغاله امروز گفتم من بالا سر تیر شدم بکشته خود چرا ازم جلو راه خونه مستونه پیار من بگفتم میگه ما مادام از این مسکین قرض هم میاریم نسیه هم میاریم پول لقد هم میاریم برای ما میده همسایمون بزغاله را مامال گفت بکشته 700 بوستو گوش بستونم همه چی بستونی؟ همه گوش بستونم لوکه گفت پیار میگفت اینا گوش بستونا بزغاله شما چه کار کردین کارا؟ همه تیار موترم رمزون چی ایدگلم بیام ایدگل دومات من زنگ زدیم بیام خود سیه موتر خل بیار سیه برو بگو آماده باشین دگان من با هموم رفتم تیار کرده ای لوکه تیار کرده ای دیگه کسار هم برداریم بر بچیدیم تا طول بسکیو سیه برو بر بچیدیم تا طول بسکی پیار من شیشته ماتل گوشتم گردن من نشدم پیار مخور مثل بخوری ولی بخورد خب پتریت نای کرده میایی خبر ندارم هرچی میگه چرا گوشی خوربک داشته رمضان به خونه گذاشته ما زنگ میزنه از خونه جواب میده تمام میشه گم شو گفتم من خود ما به خونه گذاشتم به تمام گم شو خوشیدی بیا که همه معطلی خب برو لوکه معطل تونی بده سرکو رمضان خاطر پیار مگو تا چاش تا لغلغه میشه با بریم جا پیدا نمیشه خب راست میگم من به همون رفتم دیر شد شما دیر کردی دیگه بده پیار ما معطله خوبه ما برو به سلام برو همه مثل ما منو تر میشینم برو زودی بیا که به خدا پیار مخور مثل مرغی وری بخور بیا تو برو لوکه بخری لوکه بگو چربی هم بندازن دنبه بندازن شروعیه اینا بستور چه کار شده؟ بریم متازه گوتو بگو
سکو ما به میله رفته بودیم موتر ما چپه شد. به میله؟ همه میته شدیم. بیا بفتیم به میله می دومات کله گنده و خود کله گنده موترم یاد نداشتن. همین تیما کو بالا شد دیدم که یک دم موتر من لا خورد. نه فهمیدیم دیگه اصلا. از من دستم خود چشم ضربه خورد. گلگ هموته. کجیر هموته. یکی سالم بیری نشدیم همه میته شدیم. من دستم ضربه خورد. از گلگ به نظرم پای ما داشت. بازم خوبه. الهی شکر که بازم تیار بموندیم. بله مادم به سرای خالی خواهم خالی اونجا ماده برعکس من خود بیانم به سرای خالی خود دیدن خالی به سرای ما رفته اونجا بیام خب مادم اونجا غال بود بخیل دیگه سرم به درد آمد خب خداحافظ میامده میگه بیا اونجا مادر تو کی را؟ بودم رفتم ما که بخکل دست از این بلوک یک صده بجستم 500 نفر من دلیز ما بیام آده غال مخال خورد کنن و شوخی میکنن آخر بجستم ما بیام آده اینجا چی گپم هر کدوم میپرسه تو چه کار شد مگه هم یک کیک آدم بزنو بگه که من میتونی نرم شدم میبینین که نرم شدم چرا میپرسین دیگه خدا اگه مغز سر به من مونده باشه یک نفر کرامی که میارده که باز اینا میرزایی میکرد نیمان بله ما میرم دیگه کانه داری خب میستدی چاش دیگه نه مادر تو سرامان تو چرا نمیری خب من اینجا میستکم کسی نیه به سرا اینه ده خیر هیچ گپی نه بره خودی هم میری وخی کسی به سرا نیه نه ماه بیا کجی بابا اید گل وقت ما سردردم شما اشتنه از ما که ما هفتاد چکش سر موتر ما کجای گیلا موتر ما کجای به قبرستان تو موترونه به کجای خرس وار شو کو موتر موتر چگار شو کو موتر بسا قبرستان بلد موتر کجای عباس یک دم چیز نه کجا رفته عباس کجا رفت عباس ما چون که میرم خونه خاله خو میرم خونه خاله خود رفته همیدان کامیتا میگو تو موترون یاد نه چه بخو موتر خریدی بس بگذارین سراغ خود چون همه بزده شرل و کور که دالی غم موتر خور میخوره الله سراغ خود بگذارین پتر بستار نه بابا کن پس خزین سر میده میچه بابا زفنانه نازنین دیگه چوب کنن که خیلی برم ها سر درد نکنم چیکار کنم
جون محمد تریش ملخه میبره اخسارت متعتو بخوره به خیر خوشی تو قام متشکستی خدا که افایشن برای تو شهر کل کردی